تا مطالعه بزرگ در زمینه دیابت انجام شده. چند تا نتیجه جالب داشتن این مطالعات. یکی مطالعه DCCT که روی بیشتر از 1400 تا بیمار دیابت تیپ 1 انجام شده و به مدت 6.5 سال. و یکی دیگه هم مطالعه UKPDS هست که روی 5000 بیمار دیابت تیپ 2 انجام شده و به مدت 10 سال. توی هر دوی این مطالعات افراد رو به دو گروه تقسیم کردن. یک گروه رو به صورت تایت و خیلی دقیق قند خونشون رو کنترل کردن و گروه دوم کنترل معمولی روی قند خونشون داشتن. هر دوی این مطالعات نشون دادن که عوارض دیابت هم در دیابت نوع 1 و هم در دیابت نوع 2 در صورت بالا بودن مزمن قند خون بیشتر هست. چند تا نتیجه جالب داشتند این مطالعات که میخوام به یکیشون اشاره کنم. یکی از یافته‌های مهم مطالعه UKPDS این بود که کنترل دقیق فشار خون واضحاً میتونه منجر به کاهش عوارض میکروواسکولر و ماکروواسکولر دیابت بشه. و اثر مفید کنترل فشار خون بیشتر از اثر مفید کنترل قند خونه. به همین دلیل هم انجمن دیابت آمریکا توصیه میکنه که فشار خون برای افراد پرخطر برای حوادث قلبی و عروقی کمتر از 130 روی 80 و برای افراد کم خطر کمتر از 140 روی 90 حفظ بشه.